اگر روزی در خونت را برای مامان بزرگت باز کردی، اما موهایش قرمز بود، بهش اصلاً اعتماد نکن و کارهایی که میگم انجام بده. تمام عکس‌های مادر بزرگت را جمع کن که اون نتونه پیداشون کنه. اگر گفت میخواد غذای مورد علاقه تو را بپزه، بهش اجازه بده. وقتی سرگرم پختن غذا بود، برو داخل حموم و در را قفل کن. بعد شیر آب گرم را باز کن تا بخار حموم را پر کنه. اگر مادر بزرگت گفت غذا آماده است، زود چراغ را خاموش کن، داره دنبالت میگرده. بعد روی آینه بخار گرفته حموم اسم مادر بزرگت را بنویس. اگر اومد پشت در حموم، شیر آب سرد را باز کن و بگو من گرسنه نیستم و قانعش کن که بره. اگر به هر طریقی در را باز کرد و گفت من عکس ها رو پیدا کردم، زود چشمهاتو ببند و تا 10 بشمار. صبر کن و گوش بده. اگر صدای تلفن اومد، چشمهاتو باز کن و دیگه اونو نمیبینی، تبریک میگم. اما اگه هنوز بوی غذای مورد علاقت توی هوا پیچیده، متاسفم.